به نام خدا. سلام بچه ها، وقتتون بخیر. سوال 2 رو با روش ساعتگرد حل کردم. حالا میخوام همین سوال رو با روش دوممون که روش همسایه ها هست رو حل کنم. سوال ازم پرسیده که وجه مقابل 3 چیه؟ من برای خودم 3 رو یادداشت میکنم و با خودم میگم که 3 ممکنه روبروش 1 باشه، 2 باشه، 4 باشه، 5 باشه یا 6 باشه. اما یک نکته رو باید یادم باشه، عدد 3 با وجه روبروش نباید با هم دیده بشن. اما وقتی نگاه میکنم میبینم در این تا 3 و 1 با هم دیده شدن، یعنی اینا همساین، یعنی نمیتونن روبروی هم باشن. پس عدد 1 رو خط میزنم. تو همین تاس 3 با 2 دیده شده، پس اینا نمیتونن روبروی هم باشن. پس 2 رو خط میزنم. نگاه میکنم تو تاسای دیگه، مثلا اینجا 3 با 4 دیده شده، پس نمیتونن اینا روبروی هم باشن. یا تو این تاس اولیه نگاه میکنم 3 با 6 دیده شده، پس اینا نمیتونن روبروی هم باشن و با هم مجاور یا همسایه هستن. پس میام چیکار میکنم؟ عددی که برام باقی مونده 3 و 5 که اینا حتما روبروی همن، در هیچ تاسی با هم دیده نشدن و با این روش میتونم گزینه 3 رو بزنم. به این روش که اسمشو گذاشتیم روش همسایه ها، میایم اون عدد با وجه روبروش نباید دیده بشه.